سلام به همه دوستای عزیزم. امیدوارم خوب باشین. صبح روز شنبهتون بخیر. پیشاپیش سال نوتون مبارک. این آخرین شنبه‌ای هست که در سال 1402 داریم و انشالله هفته دیگه سه شنبه فکر می‌کنم شب تو کانادا سال تحویل میشه و وارد سال جدید میشیم. امیدوارم که هر چی غم و غصه و ناراحتی تو این سال دارین همینجا تموم بشه و سال جدید پر از شادی و محبت و عشق باشه توی زندگی همتون. خیلی خوش آمدین دوستای عزیزم. ممنون از محبتت عزیزم. ممنون. میخواین یه صحبتی رو شروع بکنیم؟ اول ما امروز میخواستیم راجب خاطرات کودکیمون در نوروز صحبت بکنیم. جا داره اینجا من بگم که من هر موقع نوروز میشه یاد واقعا بچگیام میفتم و خیلی از دوستان ممنونم که این موضوع رو انتخاب کردن امروز قبل از سال جدید راجبش صحبت بکنیم. من دیشب داشتم به این موضوع فکر میکردم که راجب کدوم یکی از خاطرات کودکیم امروز صحبت بکنم. ناخودآگاه چون رسم بود که همیشه ما رو قبل از سال نو یه هفته دو هفته قبل از سال نو پدر مادرامون میبردن خرید که لباسا و کفش نو بخریم. من یادم میاد فکر کنم شاید 5-6 سالم بود، شایدم کمتر یا شایدم بیشتر. یه کفشایی مد شده بود، البته پاشنه‌های فلزی داشت زیرش که ما اون موقع بهش میگفتیم پاشنه تق‌تقی. خیلی هم مد شده بود، همه برای بچه‌هاشون می‌خریدن. من با مامانم و خواهرم رفتیم خرید که برای ما بخره. من خواهرم 4-5 سال از خودم کوچیک‌تر، من مثلا شاید 7-8 سالم بود، اون یه خورده مثلا 2-3 سالش بود. اونم خیلی دوست داشت که پاشنه تق‌تقی بپوشه. بعد برای من دنبال عاشق رنگ قرمز بودم. بعد اون سایزی که به پای من میخورد فقط سفید داشت. اون موقع اینقدر تنوع نبود توی رنگا و توی مثلا مدلایی که آدم انتخاب میکرد. مامانم مجبور شد برای من سفید گرفت، برای خواهرم قرمز خرید. انقدر من ناراحت بودم که چرا من رنگ قرمز دوست داشتم، پاشنه تق‌تقی من سفیده. من اصلا رنگ سفید دوست ندارم. حالا من البته الان عاشق رنگ سفیدم، ولی اون زمان تو بچگی قرمز رو خیلی دوست داشتم. و هر موقع منتظر می‌شدم که مثلا در کمدو باز می‌کردم، کفشا رو نگاه می‌کردم، هی می‌رفتم کفشای خواهرم هم نگاه می‌کردم، گفتم خوش به حالش، این قراره این قرمزا رو بپوشه. پس چرا من سفیده؟ من سفید دوست ندارم. ولی باور کنید با این حال که اون رنگو دوست نداشتم، لحظه شماری می‌کردم که سال نو بشه ما این کفشا رو بپوشیم. و همیشه رسم بود که اول خونه مادر بزرگم می‌رفتیم. بعد این کفشا رو پوشیده بودم، ولی توی دلم همش حس اینو داشتم، هی به کفشای خواهرم نگاه می‌کردم که راه میرفت، اونم بچه بود، خیلی تون راه میرفت، اینم توی کوچه و توی اتاق و مثلا توی خونه‌ام که باش راه میرفت روی زمین که میخورد تق عجیبی میداد. همش اون صدا تو ذهن من بود که اون انگار تقش هم با تق کفشای من فرق داره. دیشب یاد این خاطره افتادم، ولی خب الان که بهش فکر میکنم میگم دوران بچگی واقعا عجب دوران شیرین و جالبی، آدم چه چیزایی براش آرزو و حسرته که الان بهش فکر میکنه خندش میگیره. دوست داشتم اینو با شما هم شیر کنم. خیلی هم عالی. منم سلام میکنم به همه عزیزان هر جای دنیا که هستین، همینطور شما دو نازنین. و واقعا میگم حالا هوای عید ایران با خارج از ایران خیلی متفاوت. البته خب ما الان سالیان سال تو ایران نیستیم، نمیدونم، چون وقتی کسایی که داخل ایرانم بهشون میگه نه دیگه اون حالا هوا رو ما هم نداریم دیگه. ولی برو پیشاپیش عید نوروز مبارک باشه برای همه عزیزان هر جا که هستن. فاطمه جون خیلی چیز جالبی گفت، امیدوارم غماتون رو تو همین سال چال کنین با توبره، یعنی میگن توبره خب چیز بزرگه، حالا کیسه میسه نمیگیم، توبره ای از شادی ها، خوشی ها، سلامتی ها قدم بذاریم به سال جدید. و خب برای من خیلی نوروز واقعا تو زمان بچگی خیلی خاطرات خوشی برام به جا گذاشته، مخصوصا چون ما با مادر بزرگم زندگی میکردیم و مادر بزرگ من برای من خیلی عزیز بود، هنوزم هست. هنوز درسته که 10 سال رفته ولی بازم اون خاطرات زنده است. و چیز خیلی جالبی که برای من بود این که مام بزرگ من چون خودش کارمند بود، ماما بود و بازنشسته شده بود و همیشه میرفت از توی بانک قبل از اینکه عید بشه از این اسکناس هایی میگرفت که یعنی قشنگ تق تق صدا میداد، یعنی تا نخورده نو برای هر کدوممون میگرفت. بعد اون اوایل من فکر میکردم مثلا مادر بزرگم قرآن رو چون دست میگرفت سر سال تحویل آیه قرآن میخوند. بعد من تو عالم بچگی فکر میکردم مثلا مام بزرگم یه معجزه‌ای میکنه، کاری میکنه الله قرآن در میاد. بچگی هم اینجوری فکر میکردم. بعد که شدم 5 6 7 8 ساله بالاخره آدم میفهمید که نه، مام بزرگ میره قبلش اینا رو تهیه میکنه، میذاره لای قرآن که سال که تحویل شد
آره بعد خیلی هم حساسیت داشت، میگفت سال که تحویل میشه نیم ساعت قبلش همه باید سر سفره باشین، جای دیگه نرین، لباسای نوتون رو بپوشین، نمیدونم هرچی که فکر میکنین افکار بد و ایناست اصلا بهش فکر نکنین، داریم وارد سال جدید میشیم، میخوایم همه با خوبی و خوشی کنار هم این سال رو جشن بگیریم و وارد بشیم. وقتی هم که خب سال تحویل میشدیم قرآن رو باز میکرد و به هر کدوممون یه اسکناس میداد و بعدم میگفت این اسکناس رو بذارین توی کیفاتون، خرجش هم نکنین، برکت میاره تا سال آینده، بعد اینا رو باید جمع بکنین. بعد برای من خیلی جالب بود، میگفتم خیلی جالب، آخه این یه دونه رو من بذارم تو کیفم آمدیم و خرج شد دیگه، خرجش نکنین. دو من که بچه بودم کیف پولینا نداشتم، بعدها که شدیم بزرگتر، حالا 12-13 ساله که دیگه کیف پول داشتم، برام جالب بود. و چیزی که فاطمه جون گفت همون لباسا بود. من قشنگ یادمه چون مادر من، خب ما 3 تا دختر بودیم دیگه، رو دختراش خیلی حساسیت داشت و واقعا این لباسای شب عیدو خیلی با ظرافت خاصی انتخاب میکرد و همیشه هم از خود ماها نظر میپرسید. من چون دوستان میشنیدم از بچهای همسایه که مامان اینو خریده آورده، من اصلا خوشم نمیاد، ولی ما اونجوری نبودیم، ما میرفتیم خودمون انتخاب میکردیم. و جالب بود که حتی تا جورابش اگه یادتون باشه قدیما یه سری جورابایی بود که این ساقشون تور داشت. آره. تور داشت با یه گلای کوچولو کوچولو یروش بود. بغلش کنارش. آره. من عاشق این جورابا بودم. همیشه همین که فاطمه جون گفت، یه سری کفشا هم بود که تخت بود. خب اون زمان که ما پاشنه‌دار پامون نمی‌کردیم، بچه بودیم، و یه بند نازکی بود روی پاش. به اون بنده یه چیز کوچولویی هم سگکی بود، چیزی بود اونجا میخورد. من خیلی این کفشا رو دوست داشتم. من همیشه مامانم اینا رو که مثلا میرفتیم میخریدیم، جورابش هم میخریدیم، جورابم میذاشت توی کفش، میگفت روز شب عید، حالا شب یا روز عیده، میپوشی با جورابات بعد میای. یعنی اینا همه یه چیزای خیلی جالب بود که هم که فاطمه جان گفت میذاشتیم تو کمد آویزون، حالا هی میرفتیم درو باز میکردیم که این میشه بچه ما رو بپوشن. نه عالم بچگی. ولی خب واقعا خیلی دوران شاد و خوبی بود. الان دیگه اصلا میگم اون حال و هوایی نمیدونم هست نیست، ولی شاید چون از خانواده‌ام دور هستیم و رو آدم با حسرت میشینه دور سفره هفت، که جای مادر خالیه، جای پدر خالیه، جای خواهرها، همه دیگه هر کسی توی فامیلش هر چند نفری که داره. اصلا ولی یه خب بوی خاصی می اومد اون موقع ها، الان آدم اون بو رو حس نمیکنه. ببین سنبولی که تو خونه خریداری میشد برای مثلا سفره عید، ما الان سنبول تو خونه خریدیم اصلا بو نداره. اون سنبول خودش بوی خیلی خوبی تو خونه، خیلی اصلا الان اون عطر نیست. یعنی سنبول ما 3 تا هست، 3 تا پیازه، 3 تاشون هم انقدر قشنگ بزرگ شدن، سنبولای سفید همه گل دادن. اتفاقا دیشب رفتم بو میکنم، میگم این چه اصلا بو نداره، هیچ عطری نداره. یعنی نمیدونم، حالا من فکر می‌کردم چون هلند رطوبت بالاست، ما اونجا بهترین گلا رو داشتیم. میدونید هلند خب مرکز گل دنیاست، ولی هر گلی شما می‌خریدی اصلا بو نداشت، به خاطر اینکه رطوبت بالا بود و معمولا گلاش بیبو بودن. حالا من گفتم بیام کانادا اینجوری نیست، ولی اینجا انگار همونه، فرق نمیکنه. پس برگردیم. آره واقعا. خب ناهید جان بفرمایید شما. من سلام میکنم خدمت همگی. اومدن بهار نو و سال جدید و پیشاپیش به همه تبریک میگم و امیدوارم که امسال پر باشه از اون چیزای قشنگی که دوست داشتیم و دوست داریم همیشه تو زندگیمون وجود داشته باشه. دیروز که فاطمه جان میگفت خاطرات خوب کودکی، برای یه لحظه یه تلنگر هم شاد بود هم یه جورای غم انگیز، چون فکر میکردم که ما مثل که همه خاطرات خوشیمون تو همون دوران کودکیه و حیفه که آدم به هر حال خیلی سالا رو میگذرونه و نمیدونم شاید نشه، واقعا هم نشه، ولی خب آدم باید تلاش خودشو بکنه که اون خاطرات پاک و شیرین و دوست داشتنی رو توی مراحل دیگه زندگیمون هم بتونیم داشته باشیم که باز بتونیم به اون چی میگن توبره خاطراتمون اضافه کنیم. برای من همیشه سال نو و سال جدید و اومدن بهار از وسطهای زمستون و اسفند شروع میشد، موقعی که مامان میرفت و جعبه جعبه بنفشه ها رو میخرید و میآورد توی دل اسفند ماه توی باغچه، چون مامان باغبونی رو خیلی دوست داره و هنوزم میکاش توی دل باغچه هامون
و من از همون روزا منتظر این بودم که ببینم کی بالاخره این بنفشه ها در میان. هنوزم که هنوزه بعد از این همه سال امکان نداره من بنفشه ای رو ببینم، گل بنفشه ای رو ببینم، یاد اون خاطره کاشتن بنفشه ها تو دل زمستون، اونم با دستای مامان، نیفتم. همینطور که میگی کودکیامون خب خیلی اصلا کودکی دنیای قشنگی. من بعضی موقع ها فکر میکنم برای دووم آوردن روزای سخت من این مدلیم، سعی میکنم این کودک درون حالش خوب باشه که سر بکنه تا همون دوران کودکی ها و اون شادی هایی که آدم فکر میکنه نایاب و یونیکن و تکرار ناپذیر. این مراسم رو من میگم خب آدم همیشه از خانوادهش خیلی چیزا رو یاد میگیره و خیلی چیزا تاثیرگذار میشه توی زندگیش. ما این بزرگداشت این مراسم رو من مدیون مامانم، به خاطر اینکه خیلی جدی بود، خیلی هنوزم که هنوزه مقید به برگزاری این مراسم، از شب یلدا، از چهارشنبه سوری، از تحویل سال نو و خب این مراسمی که خب زیباست، متعلق به فرهنگ ماست و زیباست. و میگم ما هم همینطور بودیم. ما البته ما 3 به نفع طرفین همیشه میگفتیم، ما 3 تا خواهریم، 3 تا برادر و خب ما همه تقریبا هم پشت هم دیگه. ما نزدیکای عید که میشد، حالا جالبم از ما همیشه خب هممون هم همینطور بودیم، لباس خب نو میگرفتیم، دقیقا مقید نبودیم که حتما فقط لباس نو رو برای عید بگیریم، ولی خب اصلا باید برای عید یه دست لباس نو میگرفتیم که تا حالا نگرفته بودیم. و ستاییمون رو مامان، ما 3 تا دخترها رو برای پسرها که میگرفت. پسرها خیلی درقیقی نبودن که حالا بیان با همراه بشن، ولی ما 3 تا دخترها رو همراه خاله کوچیکم همیشه داستان داشتیم دیگه. بریم به قول مریم دونه دونه خودمون بپرسه که چه میخوایم، چی دوست داریم، چه رنگی دوست داریم، چه مدلی. خب الان من نگاه میکنم، من خودم مثلا یه دونه فرزند دارم، خب آدم میبینه چقدر گرفتاره، ولی نگاه میکنم میبینم به مامان همیشه میگم چه دل و حوصله‌ای داشتی واقعا، دونه دونه تمام این مراحل رو با حوصله، با صبوری دنبال بکنه. و من یادم میاد واقعا این خاطرات قشنگ، این خاطرات رو برامون ساخت. من خاطرم هست حتی تو دوران جنگ، زمانی که خب خیلی همون یادمون هست که موشک بارون بود، بمب بارون بود تو تعطیلات عید، ولی ما همه اون مراسم من یادم، ما از تهران رفته بودیم توی ویلایی که مال یک از دوستان پدرم بود و بعد همه فامیل، یعنی ما اگه جایی می‌خواستیم بریم امن باشیم تنهایی که نمی‌رفتیم، هر کی از دستمون برمی اومد با خودمون اونجا می‌بردیم. فکر کن مثلا توی خونه‌ای که حدود 30 نفر بودیم، اونم میگم موشک بارون و بمب بارونای سالای جنگ، این مراسم چیدن 7 سین و این مراسم 13 بدر و این مراسم شب سال نو کماف سابق با همه اون دلهوره هایی که بود، با همه اون نگرانی هایی که بود، همیشه برای ما زنده بود و هست. الان نگاه میکنم میبینم واقعا کار چیزیه، هم کار دشواریه، هم تاثیر عمیقی میذاره توی کسایی که تو اون مجموعه هستن، چه خاطرات قشنگی رو میشه ساخت. بعضی موقع نگاه میکنم اون خاطراتی که مثلا مامان بابا برای ماها ساختن، ماها تونستیم برای بچه‌هامون بسازیم یا اصلا این امکانش رو داشتیم. بعضی موقع نگاه میکنم میبینم واقعا نه، به خصوص بعد از اینکه خب به هر حال با توجه به شرایط ایران هر کدوم ما این طرف اون طرف دنیا پراکنده شدیم و خب نگاه میکنیم به هر کدوم از این مراسم، نگاه میکنیم به این دوره همیا، به قول مریم میگن که دیگه هیچی مثل قبل نیست، ولی واقعا باز من فکر میکنم کسایی که با همن، خانواده هایی که کنار هم دیگن، به خصوص توی زمان هایی که این با هم بودن اصلا معنا و مفهوم دیگه داره، باز بهشون بیشتر خوش میگذره تا کسایی که از خانواده هاشون دورن. خرید سبزه و خرید نمیدونم ماهی و ماهی قرمزی که برای سر سفره 7 سین است، من یادم یه دونه ماهی داشتم 3 سال ازش نگهداری کرده بودم، یه ماهی قرمز سر سفره 7 سین، اما اون ماهی قرمز 3 سال پیش بود. بعد یادم اومده بودن
همین شرکتی که میان شیشه ها رو پاک میکنن اومده بودن که شیشه ها رو پاک کنن، مثل اینکه این مواد شوینده یه چند قطرهش چکیده بود تو این آب ماهی تفلک و ماهی مرد. ماها دیگه از اون سال دیگه ماهی نخریدیم به هوایی که خب دیگه طاقت این که اینجوری ماهی بمیره رو نداشتیم. ولی واقعا قشنگن این خاطرات، واقعا قشنگن. من امیدوارم که بتونیم حداقل تو سالایی که میان حالمون رو بهتر بکنیم، کمک بکنیم به بزرگداشت این مراسمی که زیبان، به خصوصی مراسمی که برای ما ایرانی‌ها همیشه پر از شادیه، همیشه پر از کنار هم بودنه، حواسمون به هم بودنه. اینا خب به نظر من خیلی قشنگه و خب بهانه‌های خوبیه برای با هم بودن. دقیقاً همینطوره. خیلی هم عالی. داشتین صحبت میکردین، من یاد سبزه‌های مامانم افتادم. هنوزم که هنوز بعد این همه سال مامانم سبزه‌های خیلی خیلی قشنگ و پرپشت و خوشگلی میکاره. یعنی طوریه که از الان فکر کنم دیگه شروع کرده سبزه‌هاش کم کم بلند شده باید باشه. البته ندیدم امسال چون همیشه ویدیو میگیره مثلا میفرسته من سبزه‌ها چقدر رشد کردن و اینا. همیشه هم به من میگه سبزه کاشتیم، میگم مامان من اصلا بلد نیستم، میکارم خراب میشه. میگه نه اینجوری کن اینجوری کن، توضیح هم میده چیکار. بعد انقدر مامان من اعتقاد داره دستش به سبز خوبه، یعنی مثلا واقعا حتی همسایه‌ها هم وقتی میان تعداد زیادم میکاره، یعنی از بزرگ تا کوچیک سایزای مختلف. وقتی هم میان خونش هر کسی مثلا میگه سبزت چقدر قشنگه، مامانم یه دونه بهش میده میبره، میگه امیدوارم برات سال خوبی باشه و زندگیت پر از سبزی باشه. و واقعا هم انقدر این رو از صمیم قلبش از دل و جون میگه. همیشه هم میگه من برای فلانی سبزه دادم برد، امسال مثلا دخترش ازدواج کرد، یا مثلا نوه‌دار شد، یا مثلا خونه خرید. اینا رو همه رو میگیره به نیت خوبی که مثلا اون سبزه رو داده این اتفاق افتاده و واقعا هم همیشه همینطوره. هیچ وقت مثلا پیش نیامده که خدای نکرده مثلا تو نیت خودش اینه، میگه من سبزه رو با این نیت میدم، امیدوارم که برای اون خانواده بهترین ها اتفاق بیفته. و یه وقتایی هم مثلا اگر یه ناراحتی چیزی پیش میاد میگه وای خدای نکرده نکنه دست من بد بوده براشون. میگم مامان آخه چرا اینجوری فکر میکنی، اصلا ربطی نداره. ولی میگه نه من خب آخه واقعا از صمیم دلم از جونم براش گفتم که مثلا این سبزه رو کاشتم به نیت این که اون براش اتفاقای خوب بیفته. و واقعا میگم با همینا این نوروز رو برای ما زنده نگه داشتن، با همین خاطراتی که برای ما ساختن. به قول ناهید جون امیدوارم ماها هم بتونیم به نسل بعدیمون یه همچین خاطراتی رو منتقل کنیم و اینا نسل به نسل بمونه، چون اینا چیزای قشنگیه که واقعا اگه از دستش بدیم حیفه. بعدم نمیدونم حالا تو خانواده شما بوده یا نه، البته اون بچگی ها من یادم میاد که جمع می شدن سمن و پزون را مینداختن و چیزی بود که مثلا مامان من میذاش روی گاز با خیلی حرارت پایین، این تا صبح باید قل میخورد. کار سختی هم هست، خیلی کار سختی. عجب حوصله‌ای دارین شماها. بعدم یه اتفاق جالبه که میافتاد برای کسایی که واقعا اعتقاد به این مسائل دارن، میگفتن خانم فاطمه میاد انگشت میزنه یا نمیدونم طرح دستش میفته روی این سمنو. کسایی که معتقد بودن و واقعا میومدن دورش میشستن قرآن میخوردن، نمیدونم یه چیزای خاصی. من خیلی بچه بودم ولی اینا رو که میدیدم میگفتم چقدر جالب. مثلا همسایه ها، چون ما یعنی الان خب خیلی سال تو اون محلن مامانینا و همسایه‌ها واقعا مثل خواهر برادر شدن، چون همه خیلی زمان کنار هم هستن و این همسایه‌ها جمع می‌شدن با هم، یک قلقله‌ای میشد تو خونه، یک برو بیایی میشد، اصلا یک شور و حالی. بچه‌هام که خب ما هم که بچه بودیم همه یا تو حیاط یا تو کوچه شروع می‌کردیم با هم بازی کردن. ولی این صحنه‌ها واقعا جالب بود برای مثلا الان اینجا که ما هستیم. البته خب مامان من همیشه میگه وقتی نیستی یه جا خالیه، همیشه جای شماها خالیه، براشون سخته. ولی کلا اون شور و حال قبلی هم نیست. بالاخره سن میگذره، یه چیزهایی باعث میشه که اون شرایطی قبلا بود دیگه نباشه. ولی به هر چی هم که شده ما باید سعی بکنیم تو همون شور و حال عالیمون بمونیم، چون سال داره نو میشه و ما همیشه میگم عید نوروز ما بهترین عیده. اگر نگاه بکنین دقیقاً با شروع زنده شدن طبیعت عید نوروز ما داره میاد. اسمش هم روشه، نوروزه، روز داره نو میشه، سال داره نو میشه. و خب برای خانواده منم خوب هست چون که من خودم فروردینیم و به قولی میگن من خودم بچه بهارم
و خیلی هم از فصل بهار خوشم میاد واقعیتش. حالا اولین دلیلش که خودم خب متولد بهارم و دومیش هم همین نو شدن و شکوفا شدن و اصلا زنده شدن طبیعت و همین فکر کنم چیزهایی که از بچگی بهمون یاد دادن، چون حیات ما پر درخت بود، درخت گیلاس داشتیم که البته دیگه نیست، گلابی داشتیم، گردو، نمیدونم آلو، اینا درختایی بودن که هر کدومشون تو همین فصل هم شکوفه میدادن و واقعا خیلی عالی بود. و یه چیزی که ذهنم اومد، ما زنبق تو حیاتمون داشتیم، هنوزم هست، من 2 سال پیش که رفته بودم بازم این زنبقا بودن و اینا همیشه نزدیک ها که میشد طرفای مثلا اردیبهشت و اینا دیگه قشنگ می اومدن بالا. دیدین که زنبق اندازش بزرگه، گلای درشت بنفش بسیار زیبایی داره و اینا خاطراتی هستش که واقعا همیشه تو ذهن آدم هست. من هنوزم این روزا که میرسه یاد زنبقای مامان میافتن. گلای محمدی، ما تو حیاتمون خیلی گل بوتای گل محمدی داریم و اینا خب همه چیزایی هستن که ذهنیت خیلی قشنگی برای ما گذاشتن. یعنی برمیگردیم به اون دوران و چه خاطرات شیرینیه. یعنی خب بچهای الان واقعا اونجوری نیستن. حالا صبح که میچینی میگن خب که چی، ولی سعی ما این هستش که این عادات و رسومات بسیار زیبایی که داریم بیاریم و به نسل‌های بعدی هم منتقل بکنیم. امیدواریم که پذیرا باشن. ما داریم سعیمون رو میکنیم. من یادم یه خونه عموم رفت، یاد یکی از خاطراتی افتادم، این درختای میوه رو ماها فکر میکردیم کوچیک بودیم، فکر میکردیم مثلا چاقال بادام یه درخت خاصه، یعنی افتاده بودیم رفتیم تو حیات خونه عمومینا روز به حال این تعطیلات عید که بود، خانم هرچی این درخت و چاقاله بودن مثل آفت افتاده بودیم. درخت چاقال بادام یه دونه به درخت دیگه نذاشته بودیم تو همین فصل بهار. این که خدمت همه این چیزایی که قرار بود بعدن میوه بشن رسیدیم، فکر می‌کنم ندار. و یکی از اون چیزای زیبایی که من هنوزم سعی میکنم، این ترانه فرهاد، شعر و آهنگ فرهاد اصلا پر از نوستالژی برای من. بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، اصلا واقعا مثل این که اصلا عیدام بدون شنیدن صدای فرهاد و این ترانهش اصلا عید نمیشه. یه جورایی بسته به جون و اون خاطرات من از سالهای خیلی دور. گفتم اینم بگم یه نامی از فرهاد برده باشم، این ترانه قشنگش به مناسبت بهار. آره دقیقاً منم عاشق این آهنگم واقعا. نوروز که میشه میچسبه اصلا این ترانه رو باهاش گوش بدیم. خیلی واقعا ما هرچی از خاطرات گذشته بگیم بازم کمه، چون انقدر همه ما تو ذهنمون وقتی یکی صحبت میکنه یه چیزای دیگه آدم یادش میفته، تازه میگه ای راستی بخوایم صحبت کنیم بعد ساعت‌ها بشینیم صحبت کنیم. و من خیلی خوشحالم که یه همچین فرصتی رو داریم کنار هم باشیم و راجع به گذشته ها، راجع به خاطرات خوبی که داریم از گذشته، از بچگیامون صحبت بکنیم و این تجدید میشه برامون. یه وقتی آدم یه چیزایی یادش میره، ولی وقتی توی یه جمعی نشسته با دوستاش صحبت میکنه یه دفعه یه چیزایی یادش میفته، خودش باورش نمیشه که یه همچین خاطره‌ای هم پس ذهنش داشته واقعا. و اینا خیلی شیرین و قشنگه. ناخودآگاه آدم یادش که میفته لبخند میاد رو لبش. خب این خیلی ارزشمنده، اینکه آدم همیشه با زندگی روزمره‌اش داره پیش میره بدون اینکه مثلا حالا یه لبخندی زده باشه، همش توی نمیدونم دنبال دغدغه‌های زندگیشه. ولی وقتی همچین برنامه‌هایی هست، همین لایف خیلی ساده‌ای که ما با هم دوستان جمع کردیم گذاشتیم کنار هم خاطراتمون رو، خیلی برای من شیرین و ارزشمنده، چون احساس میکنم که یه زمان خیلی کوتاه شاید باشه، 1 ساعت، ولی اون 1 ساعت هیچ دغدغه و هیچ فکری ندارم، همش دارم میخندم، شادم، به گذشته‌ای فکر میکنم که همش تو شادی بوده. واقعا و از شما 2 تا دوست عزیز خیلی ممنونم که همیشه همراه بودین و تو این خاطرات و تو این گذشته‌ای که ما داشتیم داریم شخم میزنیم گذشتمون رو واقعا هستین و همراهی میکنین. ما هم میگم هرچی صحبت کنیم بازم کمه، ولی خب فرصتمون کوتاهه. خیلی ممنون از شما 2 تا دوست عزیزم که هستین و همراه من بودین. من لایو امروز رو میبندم و امیدوارم که واقعا امسال هر چی که بدی و خاطرات تلخ و مشکلات و حالا چه جسمی چه روحی داشتیم، همین تو این 1 هفته‌ای که تا نوروز مونده، کمتر از 1 هفته، جا بذاریم
واقعا. و سال جدید رو با شادی، لبخند، سلامتی، محبت، عشق و چیزای خیلی خوب برای همه آرزو میکنم، مخصوصا خانواده هامون، دوستامون، عزیزامون، هموطنامون. امیدوارم که پر از شادی و سلامتی و عشق باشین همگی. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون. زنده خدا باشین. نگهدار. خدا سال جدید. خدا نگهدار.